بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما. امیدوارم حالتون خوب باشه. ادامه بحث سیکل آلکان ها رو در خدمت شما هستم. تمام سیکل آلکان های دو استخلافی با دو گروه متصل به اتم های متفاوت ایزومری سیس و ترانس دارند. یک سیکلوهگزان دو استخلافی مانند 1 و 4 دیمتیل سیکلوهگزان هم دارای ایزومرهای فضایی سیس و ترانس هست. علاوه بر این هر ایزومر فضایی سیس و ترانس خودش دارای 2 تا صورتبندی صندلی هست. برای رسم این دو صورتبندی برای هر یک از ایزومرهای فضایی سیس و ترانس از همون راهبرد به کار رفته برای یک سیکلوهگزان تک استخلافی پیروی بکنید. به یاد داشته باشید که 2 استخلاف باید به حلقه اضافه بشه. گام اول یکی از فرم‌های صورتبندی صندلی رو رسم کنید و استخلاف‌ها رو اضافه کنید. برای ترانس 1 و 4 دیمتیل سیکلوهگزان 2 اتم کربن که نسبت به یکدیگر 1 و 4 باشند رو انتخاب کنید و اونها رو به عنوان اینکه کربن آب هست و یا کربن دان هست، کربن بالا هست، کربن پایین هست دسته‌بندی کنید. ایزومر ترانس باید دارای یک گروه بالای حلقه و یک گروه پایین حلقه باشه، یعنی یک استخلاف بر روی یک پیوند بالا و یک استخلاف بر روی یک پیوند پایین قرار داشته باشه. استخلاف ها می توانند محوری یا استوایی باشند. مهم نیست که محوری است یا استوایی، مهم این است که به خاطر اینکه ایزومر ترانس هست یک استخلاف بالا و یک استخلاف پایین باشه. ساده ترین تصور از ایزومر ترانس 2 گروه متیل محوری است. گام دوم حلقه سیکلوهگزان رو وارونه کنید. در وارونگی حلقه کربن بالا پایین و کربن پایین به بالا وارونه میشه. گام سوم استخلاف ها رو به دومین صورتبندی اضافه بکنید. وارونگی حلقه پیوندهای محوری رو به پیوندهای استوایی و برعکس تبدیل میکنه. گروه های 3x3 دو محوری 2 استوایی میشن. ترانس بودن این صورتبندی نسبت به صورتبندی قبل کمی نامشخص هست. این صورتبندی هنوز هم ترانس هست چون یک گروه 3x3 بالای حلقه یا به عبارت دیگر بر روی پیوند بالا و یک گروه 3x3 پایین حلقه و یا به عبارت دیگر بر روی پیوند پایین قرار داره. این دو صورتبندی به لحاظ پایداری یکسان نیستند. چرا؟ بله، چون در صورتبندی دوم یا صورتبندی B 2 گروه متیل در موقعیت استوایی خلوت‌تر قرار گرفتند. این صورتبندی دارای انرژی پایین‌تری است. ایزومر سیس 1 و 4 دیمتیل سیکلوهگزان هم دارای 2 تا صورتبندی است. چون در هر دو صورتبندی یک گروه متیل محوری و دیگری استوایی هست، این دو صورتبندی سیس 1 و 4 دیمتیل سیکلوهگزان انرژی یکسانی دارند. بنابراین در دمای اتاق هر دو صورتبندی به صورت مخلوطی 50-50 در تعادل وجود دارند. در ایزومری سیس 2 گروه در یک سوی حلقه هستند، یا هر دو بر روی پیوند بالا یا هر دو بر روی پیوند پایین قرار دارند. ما در این مثال 2 گروه متیل رو در بالا رسم کردیم. پرسش: سیکلوهگزان 2 استخلافی مقابل که تصویر نیومن اون رو مشاهده می‌کنید دارای فعالیت ضد ویروسی متوسطی است. مشخص کنید که گروه آدنین در موقعیت استوایی است یا محوری.
همچنین گروه 3H2OH کدام موقعیت رو اشغال کرده؟ محوری یا استوایی؟ در بخش دوم این پرسش تصویر نیومن رو به فرم صندلی تبدیل کنید. پرسش بعد، هر دو صورت بندی رو برای ترکیب ترانس 1 و 3 دیمتیل سیکلوهگزان رسم کنید. گام اول یکی از فرم‌های صندلی رو رسم کنید و استخلاف‌ها رو به اون اضافه کنید. دو اتم کربنی که نسبت به یکدیگر 1 و 3 هستند رو به دلخواه انتخاب کنید. در ایزومر ترانس دو گروه در دو سوی مخالف قرار دارند. در صورتبندی آ یک 3H3 محوری یعنی بر روی پیوند بالا و یک گروه 3H3 استوایی یعنی بر روی پیوند پایین قرار گرفته. گام دوم و سوم، وارونگی حلقه و افزودن استخلاف ها. دو اتم کربنی که رو به بالا قرار داشتند در وارونگی حلقه رو به پایین قرار خواهند گرفت. به پایین وارونه میشن. 3H3 محوری به استوایی برگردونده میشه و 3H3 استوایی به محوری. توجه داشته باشید 3H3 محوری که به استوایی برگردونده شده هنوز هم بر روی پیوند بالا قرار گرفته و 3H3 استوایی که به محوری برگردونده شده هنوز هم بر روی پیوند پایین هست. یعنی هر دو در دو سوی مخالف هم قرار گرفتند. مجدداً به این دو صورتبندی دقت کنید. در صورتبندی A گروه متیل استوایی بر روی پیوند پایین قرار گرفته. در صورتبندی B که حاصل وارونگی صورتبندی A هست هم گروه متیل بر روی پیوند پایین قرار گرفته، اگرچه موقعیت استوایی به محوری تبدیل شده. و یا گروه متیل محوری در صورتبندی آ، این گروه بر روی پیوند بالا قرار گرفته. در صورتبندی B که حاصل وارونگی صورتبندی A هست این گروه متیل همچنان بر روی پیوند بالاست، اگرچه موقعیت محوری به موقعیت استوایی تغییر کرده. صورتبندی B ترانس هست زیرا دو گروه متیل همچنان در دو سوی مخالف قرار گرفتند. صورتبندی A و B پایداری یکسانی دارند. چرا؟ بله، چون در هر دو صورتبندی یکی از گروه‌های متیل محوری و دیگری استوایی است. اکنون هر دو صورتبندی سیس 1 و 3 دیمتیل سیکلوهگزان رو رسم کنید. با پیروی از راهبردهای گفته شده دو فرم صورتبندی سیس 1 و 3 دیمتیل سیکلوهگزان رو ملاحظه می‌کنید. در 1 و 4 و 1 و 2 دیمتیل سیکلوهگزان استرو ایزومر ترانس پایدارتر از سیس هست، اما در 1 و 3 دیمتیل سیکلوهگزان برعکس هست، ایزومر سیس پایدارتر از ایزومر ترانس هست. چرا؟ به خاطر اینکه در صورتبندی پایدارتر سیس 1 و 3 دیمتیل سیکلوهگزان دو گروه متیل در موقعیت استوایی هستند. پرسش بعد، پایدارترین صورتبندی سیس 1 ترشیو بوتیل 4 کلورو سیکلوهگزان رو رسم کنید. با استفاده از این جدول مشخص کنید کدام صورتبندی پایدارتر هست. بر اساس این جدول اگر اتم کلور در موقعیت محوری قرار گرفته باشه، این اتم با هیدروژن هایی که محوری هستند و در موقعیت 3 قرار دارند نسبت به اتم کلور برهمکنش فضایی خواهد داشت که به برهمکنش های 1 و 3 دو محوری یا برهمکنش های 1 و 3 دایکسیال مشهور بود. برای اتم کلور
هر برهم کنش کلور با هیدروژن 1 کیلوژول بر مول بر انرژی صورتبندی اضافه خواهد کرد و در مجموع 2 کیلوژول بر مول حاصل برهم کنش فضایی اتم کلور موقعیت محوری با 2 هیدروژن محوری قرار گرفته در موقعیت 3 خواهد بود. برای ترشیوبوتیل این برهم کنش 22.8 کیلوژول بر مول خواهد بود. اکنون به این دو صورتبندی نگاه کنید. صورتبندی که اتم کلور در موقعیت محوری است و صورتبندی حاصل از وارونگی اون که گروه ترشیوبوتیل در موقعیت محوری است. آنچنان که عرض کردم خدمت شما، هر برهم کنش کلور محوری با 1 هیدروژن محوری 1 کیلوژول بر مول و در مجموع 2 کیلوژول بر مول بر انرژی مولکول اضافه خواهد کرد. در حالی که اگر گروه حجم ترشیوبوتیل در موقعیت محوری قرار گرفته باشه، حاصل برهم کنش های 1 و 3 دو محوری این گروه با 2 هیدروژن محوری موقعیت 3 در مجموع 22.8 کیلوژول بر مول بر انرژی مولکول اضافه خواهد کرد. بنابراین فرمی پایدارتر خواهد بود که گروه حجم ترشیوبوتیل در موقعیت خلوت استوایی قرار گرفته باشه. پرسش بعد، صورتبندی ترانس 1 اتیل 3 متیل سیکلوهگزان رو رسم کنید. دو صورتبندی رو رسم کنید. در هر دو صورتبندی یکی از گروه ها در موقعیت استوایی و دیگری در موقعیت محوری است. گروه اتیل نسبت به گروه متیل حجیم‌تر هست. بنابراین صورتبندی که گروه اتیل در موقعیت استوایی است یک صورتبندی پایدارتری هست. این دو صورتبندی در دمای اتاق در تعادل قرار دارند و صورتبندی که در اون گروه اتیل در موقعیت استوایی است غالبتر هست. بر اساس جدول میبینید که اگر گروه متیل در موقعیت محوری قرار داشته باشه، حاصل برهم کنش این گروه متیل با 2 هیدروژن محوری که در موقعیت 3 نسبت به او هستند 7.6 کیلوژول بر مول بر انرژی مولکول اضافه خواهد کرد. در حالی که اگر گروه اتیل در موقعیت محوری قرار گرفته باشه، حاصل برهم کنش های 1 و 3 دو محوری اتیل با 2 هیدروژن محوری دیگر بیشتر خواهد بود، معادل 8 کیلوژول بر مول خواهد بود. بنابراین صورتبندی پایدارتر هست که گروه اتیل که حجیم‌تر هست از نسبت به متیل در موقعیت خلوت استوایی قرار بگیره. در این نمابرد دو ایزومر سیس و ترانس 1 و 2 دی متیل سیکلوهگزان نشان داده شده. هر یک از این ایزومرها دارای 2 فرم صورتبندی صندلی هستند. در مورد ایزومر سیس در هر کدام از صورتبندی ها یکی از گروه های متیل محوری و دیگری استوایی است، لذا هر دو انرژی یکسانی دارند. برای دو صورتبندی ایزومر ترانس هر دو گروه متیل یا هر دو در موقعیت محوری هستند یا هر دو در موقعیت استوایی. صورتبندی دو استوایی یا صورتبندی که در اون دو گروه متیل دو موقعیت استوایی رو اشغال کردن پایدارتر هست، چرا که هیچ کدوم از اون دو گروه متیل در موقعیت پرفشار محوری قرار نگرفتند. پرسش: دو صورتبندی صندلی رو برای این سیکلوهگزان 3 استخلافی رسم کنید و بگید کدوم صورتبندی پایدارتر هست. گام اول: اگر در ساختار 6 عضوی مسطح کربن‌های حلقه از 1 به 2 به 4 شماره گذاری بشن در جهت عقربه‌های ساعت، کربن‌های صندلی هم در جهت عقربه‌های ساعت شماره گذاری خواهند شد. گام اول: در ساختار 6 عضوی مسطح کربن‌های حلقه رو از 1 به 2 به 4 در جهت عقربه‌های ساعت شماره گذاری کنید. نیازی نیست که این شماره گذاری از قواعد آیوپک تبعیت کنه و یا حتی برخلاف عقربه‌های ساعت باشه. این مسئله اختیاری هست. این یک انتخاب هست.
یکی از صورتبندی های صندلی رو رسم کنید و مشابه ساختار 6 عضوی مسطح کربن های صندلی رو در جهت عقربه های ساعت شماره گذاری کنید. هر کربنی در فرم صندلی میتونه به عنوان کربن شماره 1 در نظر گرفته باشه. نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم این هست: در ساختار 6 عضوی مسطح پیوندهای گوه توپر بالای حلقه و خدچین پایین حلقه قرار دارند. یعنی در ساختار 6 عضوی مسطح بر روی کربن شماره 1 گروه اتیل بالا، کربن شماره 2 متیل پایین، کربن شماره 4 متیل بالاست. پس بالا، پایین و بالا وضعیت این سه گروه استخلافی در ساختار 6 عضوی مسطح هست. یک چنین وضعیتی رو ما باید در فرم صندلی ایجاد کنیم. یعنی اگر در ساختار 6 عضوی مسطح بر روی کربن شماره 1 اتیل در بالای حلقه قرار گرفته، در فرم صندلی باید بر روی پیوند بالا باشه. گروه اتیل در چه موقعیتی قرار بگیره که بر روی پیوند بالا باشه؟ بله، موقعیت محوری. برگردیم به ساختار 6 عضوی مسطح. بر روی کربن شماره 2 متیل در پایین حلقه قرار گرفته، بر روی پیوند خدچین قرار گرفته. بنابراین در فرم صندلی بر روی کربن شماره 2 متیل در پیوند پایین قرار خواهد گرفت. اگر متیل بخواهد بر روی پیوند پایین قرار بگیره در کربن شماره 2 باید در چه موقعیتی قرار بگیره؟ استوایی یا محوری؟ بله، باید محوری باشه. و در نهایت کربن شماره 4 که در ساختار 6 عضوی مسطح با گوه توپر نشان داده شده و به مفهوم این هست که این گروه بالای حلقه هست. بنابراین در فرم صندلی این گروه بر روی کربن شماره 4 در پیوند بالا قرار خواهد گرفت. این گروه چه موقعیتی رو اشغال کنه که در پیوند بالا قرار گرفته باشه؟ بله، گروه متیل در موقعیت استوایی قرار خواهد گرفت. گام دوم، رینگ فلیپ رو انجام بدید و استخلاف ها رو اضافه کنید. وارونگی حلقه سیکلوهگزان فرم دوم صندلی رو ایجاد میکنه که موقعیت گروه های محوری و استوایی وارونه میشوند. حالا کدام یک از این دو صورتبندی پایدارتر هست؟ صورتبندی A یا صورتبندی B؟ بله، صورتبندی B. در صورتبندی A دو استخلاف اتیل و متیل کربن شماره 1 و 2 در موقعیت محوری وجود دارند، در حالی که در صورتبندی B که حاصل وارونگی صورتبندی A هست تنها یک استخلاف در موقعیت محوری است و اون هم گروه متیل هست. پس به طور خلاصه صورتبندی A دارای دو گروه استخلاف محوری است، در صورتی که صورتبندی B تنها دارای یک استخلاف محوری است و این صورتبندی پایدارتر خواهد بود. پرسش بعد، پایدارترین صورتبندی صندلی رو برای این ترکیب رسم کنید. در پرسش قبل دیدید که چگونه از شماره گذاری به عنوان ابزاری برای مقایسه موقعیت ها در ساختار 6 عضوی مسطح و در صورتبندی صندلی بهره بردیم. در این پرسش هم از این ابزار استفاده خواهیم کرد. به این منظور شماره گذاری رو از بالای حلقه شروع میکنیم و در جهت عقربه ساعت حرکت میکنیم. همینطور که عرض کردم این موضوع کاملا اختیاری هست. سپس برای هر استخلاف موقعیت و پیکربندی اون رو مشخص میکنیم. ملاحظه میکنید اتیل بر روی کربن شماره 1 بالا قرار گرفته، متیل بر روی کربن شماره 2 بالا قرار گرفته و کلور بر روی کربن شماره 5 پایین قرار گرفته، بر روی پیوند خدچین قرار گرفته که به مفهوم پایین بودن این اتم هست. اولین صورتبندی صندلی رو رسم کنید. استخلاف ها رو در موقعیت درست
با پیکربندی درست قرار بدید. هر کربنی در فرم صندلی رو به عنوان کربن شماره 1 در نظر بگیرید و بعد در جهت عقربه‌های ساعت کربن‌های صندلی رو شماره گذاری کنید. بر روی کربن شماره 1 باید اتیل رو قرار بدیم. اتیل در فرم مسطح در ساختار 6 عضوی مسطح در بالای حلقه قرار داشت. در فرم صندلی هم اتیل باید بر روی پیوند بالا قرار بگیره. گروه اتیل رو در چه موقعیتی قرار بدید که بر روی پیوند بالا قرار گرفته باشه؟ بله، در موقعیت محوری. در ساختار 6 عضوی مسطح کربن شماره 2 متیل در بالای حلقه قرار داشت. در فرم صندلی هم متیل باید بر روی پیوند بالا قرار گرفته باشه. متیل رو بر روی کربن شماره 2 در چه موقعیتی قرار بدید که در بالا قرار گرفته باشه؟ بله، در موقعیت استوایی. در ساختار 6 عضوی مسطح بر روی کربن شماره 5 کلور در پایین حلقه قرار داشت. بنابراین در فرم صندلی هم کلور باید بر روی پیوند پایین قرار بگیره. در فرم صندلی بر روی کربن شماره 5 کلور در چه موقعیتی قرار بگیره که به مفهوم قرار گرفتن کلور بر روی پیوند پایین باشه؟ بله، بر روی موقعیت استوایی. حالا گام دوم رو انجام بدید، یعنی رینگ فلیپ و افزودن استخلاف ها. وارونگی صورتبندی اول رو رسم کنید. در وارونگی حلقه موقعیت گروه های محوری و استوایی وارونه میشه. حالا میتونیم انرژی نسبی این دو صورتبندی صندلی رو با هم مقایسه کنیم. در صورتبندی نخست یک گروه اتیل در موقعیت محوری است. بر اساس جدول داده شده انرژی حاصل از برهم کنش یک گروه اتیل با هیدروژن های 1 و 3 دو محوری 8 کیلو ژول بر مول هست. در صورتبندی دوم دو گروه در موقعیت محوری هستند، یک گروه متیل و یک اتم کلور. بر اساس جدول داده شده مجموع انرژی حاصل از برهم کنش این دو گروه با هیدروژن های 1 و 3 دو محوری 7.6 به علاوه 2 9.6 کیلو ژول بر مول خواهد بود. بر اساس این محاسبات صورتبندی نخست با یک گروه اتیل محوری پایدارتر هست. سطح انرژی کمتری رو نسبت به صورتبندی حاصل از وارونگی خودش خواهد داشت. پرسش بعد، همینطور که ملاحظه می‌کنید در ترکیب A دو گروه حجم ترشیوبوتیل نسبت به هم ترانس هستند، در حالی که در ترکیب B دو گروه حجم ترشیوبوتیل نسبت به هم سیس هستند، در یک سوی حلقه قرار داره. حالا این پرسش مطرح شده که در مورد ترکیب A عمدتاً صورتبندی قالب صورتبندی صندلی است، در حالی که در مورد ترکیب B صورتبندی صندلی صورتبندی قالبی نیست. صورتبندی قالب قایق پیچیده هست. علت اون رو می‌خواهیم که دانشیان رشته شیمی پاسخ بدند. پرسش بعدی یک پرسش مفهومی است. صورتبندی پایدارتر برای این ترکیب، یعنی 5 هیدروکسی 1 و 3 دایوکسان، صورتبندی است که در اون گروه OH در موقعیت محوری قرار گرفته. تا حالا در مورد سیکلوهگزان‌های تک استخلافی و دو استخلافی صورتبندی رو صورتبندی پایدار می‌دانستیم که گروه‌های استخلافی موقعیت استوایی رو اشغال کرده بودند. اما اینجا صورتبندی پایدارتر برای این ترکیب صورتبندی است که گروه هیدروکسی موقعیت محوری رو اشغال کرده. به نظر شما دلیل این که OH این بار آمده و ترجیح داده در موقعیت محوری قرار بگیره چه میتواند باشد؟ به بحث پایانی پلیسیکلیک ها رسیدیم، ترکیباتی که شامل بیش از یک حلقه هستند. آیوپک ساختارهای پلیسیکلیک رو بر اساس حداقل تعداد شکست‌های لازم برای تبدیل به یک ساختار غیر حلقوی تقسیم بندی میکنه. در این نمابرد شما آدامانتان رو میبینید، یک ساختار تریسیکلیک. چرا بهش میگیم تریسیکلیک؟ چون شما اگر
3 شکست پیوند انجام بدید به دلخواه. هر پیوندی رو که مایل هستید بشکنید. شما با 3 شکست به یک ساختار زنجیره باز خواهید رسید. آدامانتان هیدروکربنی است که در نفت خام یافت میشه، تریسیکلیک هست، چرا که با 3 شکست پیوند شما به یک ساختار زنجیره باز خواهید رسید. اون چه مهم هست پیدا کردن حداقل تعداد شکست ها هست، نه اینکه کدوم پیوندها باید شکسته بشن. مولکول های بایسیکلیک، ساختارهای بایسیکلیک، ساختارهایی که 2 شکست پیوند منجر به ساختار زنجیره باز میشه. در مولکول های بایسیکلیک 3 شیوه اتصال 2 حلقه وجود داره. در بایسیکلیک جوش خورده که متداولتر هم هست، 2 اتم کربن مجاور و پیوند بین اون 2 اتم کربن بین 2 تا حلقه مشترک هست. بایسیکلیک های پلدار هم متداول هستند، 2 اتم کربن که این بار مجاور هم نیستند و ما به اونها میگیم کربن های سرپل. بین این کربن های سرپل یک یا چند اتم کربن وجود داره که ما به اونها میگیم پل. و ترکیبات اسپایروسیکلیک، ترکیبات اسپایروسیکلیک در اونها 2 حلقه در یک اتم کربن مشترک هست و نسبتاً کمیاب هم هستند. نامگذاری آلکان های بایسیکلیک چگونه است؟ الگوی نامگذاری اونها به این شکل هست: بایسیکلو داخل قلاب عدد نقطه عدد نقطه عدد، قلاب رو میبندیم و بعد نام آلکان. تمام کربن های ساختار بایسیکلیک رو میشمارید و آلکانی با این تعداد اتم کربن رو در این بخش سیستم نامگذاری قرار میدید. اما شماره گذاری از کجا شروع میشه؟ شماره گذاری از سر پل شروع میشه و در جهت بزرگترین پل ادامه پیدا میکنه تا به بزرگترین پل بعدی برسه. اتم یا اتم های کوچکترین پل در آخر شماره گذاری میشن. به حل چند نمونه میپردازیم. نام این ترکیب بایسیکلو 321 اکتان هست. بایسیکلو به خاطر اینکه اگر شما 2 پیوند رو بشکنید به یک ساختار زنجیره باز میرسید. 2 پیوند به اختیار. به بحث اعداد بعداً میپردازم. نام اکتان به خاطر اینکه تمام اتم‌های کربن این ترکیب بایسیکلیک رو بشمارید 8 اتم کربن هست. آلکانی که 8 اتم کربن داره نامش اکتان هست. و اما این اعداد بیانگر چه هستند؟ این اعداد بیانگر تعداد اتم‌های کربن پل هستند. 3 به مفهوم این هست که از یک کربن سرپل تا کربن سرپل بعدی شما از 3 اتم کربن عبور خواهید کرد. 2 به مفهوم این هست که از یک کربن سرپل تا کربن سرپل دیگر از 2 اتم کربن عبور خواهید کرد. و 1 یعنی از یک اتم کربن سرپل تا اتم کربن سرپل دیگر از 1 اتم کربن عبور خواهید کرد. مثال بعدی بایسیکلو 420 اکتان. بایسیکلو به خاطر اینکه اگر 2 شکست انجام بدید یک ساختار زنجیره باز شکل میگیره. اکتان به خاطر اینکه کل اتم های کربن در ساختار بایسیکلیک 8 اتم کربن هست و آلکانی با 8 اتم کربن اکتان نامیده میشه. و اما اعداد 420 که در داخل قلاب قرار گرفتند، 4 به این معناست که از 1 اتم کربن سرپل تا اتم کربن سرپل دیگه شما از 4 اتم کربن پل عبور خواهید کرد. 2 یعنی از 2 کربن پل عبور خواهید کرد و 0 یعنی بین این 2 اتم کربن سرپل کربن دیگری وجود نداره. و ترکیب آخر بایسیکلو 321 اکتان که کوکائین مشتقی از همین ترکیب بایسیکلیک هست، با این تفاوت که به جای 1 کربن پل 1 اتم نیتروژن قرار گرفته. ترکیبات بایسیکلیک در بسیاری از فرآورده‌های طبیعی یافت میشن که کوکائین مثالی از این دسته از ترکیبات هست. کوکائین از برگ‌های گیاه کوکا استخراج میشه. این پرسش هم برای دانشجویان شیمی طرح شده. این 4 ترکیب بایسیکلیک رو نامگذاری کنید. و آخرین مطلب که دیگه با این فصل رو به اتمام میرسونیم، صورتبندی حلقه های جوش خورده هست که در محل جوش
می توانند سیس یا ترانس باشند. مثلا ترانس دکالین، هیدروژن های محل جوش نسبت به یکدیگر ترانس هستند، در حالی که در سیس دکالین این هیدروژن ها دارای ارتباط سیس هستند. در الماس ترکیبی از این دو صورتبندی رو در طول و عرض ساختار می‌بینید. در استروئیدها محل ارتباط حلقه‌ای معمولاً ترانس هست، بیشتر ترانس دکالین که حداقل کشش رو ممکن میکنه. اکثر استروئیدها دارای گروه متیل متصل به کربن شماره 10 و 13 هستند و اکسیژن روی کربن شماره 3 و کربن شماره 17. زنجیرهای جانبی بزرگتر گاهی در کربن شماره 17 یافت میشن. گروههای واقع در بالای صفحه رو به صورت استخلاف بتا و گروههای پایین رو به صورت آلفا نوشته میشن. کلسترول فراوانترین استروئید هست. اگرچه عمل بیولوژیکی اون کاملا درک نشده، اما میتونه ماده اولیه سازنده هورمون‌های استروئیدی و اسیدهای صفراوی باشه. اسیدهای صفرا در کبد تولید میشه و بخش از مایع رو تشکیل میده که به اثناعشر وارد میشه و کارش این هست که امولسیون میکنه چربی ها رو و در هضم و جذب چربی ها کمک میکنه که از جمله اونها میتونیم به کولیک اسید اشاره کنیم. خب این فصل تمام شد و انشالله فصل بعدی رو که به صورت آنلاین هم برگزار خواهد شد شیمی فضایی خواهد بود. با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما، خدا نگهدار.